سرخط مهمترین خبرها: مرگ محمودوف را در زندان بیانگر مناسبت ضد انسانی گفتند. قرب روبل به طور رکوردی پست شد و روسیه از حمله نو به پل کریم خبر داد. درود بینندگان عزیز و هفته نوتان بخیر باشد. با خبرهای تازه در خدمت شما هستیم. امروز 14 اوگوست است. پیمان ملی ائتلاف 4 سازمان مخالف حکومت تاجیکستان که فعالیتش در کشور ممنوع است، مرگ جلال‌الدین محمودوف را در محبس نمونه مناسبت غیر قانونی و ضد انسانی نسبت به زندانیان سیاسی نامید. محمودوف 63 ساله سابق عضو کمیسیون آشتی ملی، عضو کمیسیون مرکزی انتخابات و عضو پیشین حزبی در تاجیکستان ممنوع نهضت اسلامی 12 اوگوست در زندان وحدت درگذشت. جسد او را 13 اوگوست به نزدیکانش دادند. شورای پیمان ملی این سازمان فعالیتش ممنوع در تاجیکستان با پخش اظهارات از مدافعان حقوق خواسته است به وضعیت زندانها و محبوسان سیاسی توجه کرده روند درمان و توبت آنها را زیر نظارت بگیرند. مقامات سبب مرگ جلال‌الدین محمودوف را نگفتند. پیشتر پیوندانش شکایت داشتند که او از درد پیشابدان و بیماری قند رنج میکشد، اما پیمان ملی در اظهاراتش گفته است مقامات دیده و دانسته برای محبوسان و به ویژه محبوسان سیاسی شرایط طاقت فرسا و غیر انسانی را میسازند تا به مقصد اساسیش قتل بدون دادگاهی دیگراندیشان برسد. مقامات به اظهارات هنوز واکنش نکردند، ولی همیشه وجود محبوسان سیاسی را در کشور رد کردند. جلال‌الدین محمودوف سال 2015 با گناه داشتن سلاح زندانی و سال 2019 پیش از ادای دوره جزا رها شد. دیرتر او را برای همکاری با مخالفین تحت پیگرد دوباره زندانی کردند. روبل روسیه به طور رکوردی قربش را از دست داد. صبح 14 اوگوست $1 به 100 روبل برابر شد. این پسترین قرب روبل از آخرین ماه مارس سال 2022 است. بانک مرکزی روسیه با دخالت در بازار تلاش کرد قرب روبل را استوار کند، اما برعکس روبل از اول ماه اوگوست به تدریج قربش را از دست داد. در پی پست شدن قرب روبل در برابر دلار، اسعار روسی در تاجیکستان هم به قرب شده است. صبح امروز در بانک تجارتی تاجیکستان 1000 روبل به 110 سوم برابر است. اول ماه اوگوست 1000 روبل قریب به 120 سوم برابر بود. اقتصادشناسان سبب ضعیف شدن روبل را پیش از همه به توازن منفی تجارت روسیه و ورود و خروج اسعار خارجی از این کشور ربط می‌دهند. یعنی بعد جاری شدن تحریم‌های سخت علیه روسیه از سوی کشورهای غربی، واردات اسعار خارجی به روسیه کمتر شده است. این تحریم‌ها با سبب تجاوز روسیه به خاک اوکراین جاری شد. با ادامه یافتن جنگ مسکو علیه کیف، معلوم نیست که روبل را چه سرنوشتی در انتظار است. بینندگان عزیز، در اینجا قربی تعیین کرده بانک ملی تاجیکستان را برای اسعار خارجی پیشنهاد شما میکنیم. در شرایطی که سازمان‌های حامی حقوق تاجیکستان را برای سرکوب آزادی‌ها تنقید می‌کنند، حکومت از قبول سند نو درباره رعایت حقوق انسان خبر داد. دفتر مطبوعاتی ریاست جمهوری روز 11 اوگوست خبر داد که حکومت روز 5 اوگوست استراتژی ملی جمهوری تاجیکستان در سایه حفظ حقوق انسان برای دوره تا سال 2038 را تصدیق کرده است. با گفته مؤلفانش، در این سند مجموعه شورابینی‌های پیش بینی شدند که اجرای آنها به تحکیم و رشد حقوق و آزادی‌های انسان در کشور مساعدت می‌کند. مشخصاً گفته نشده است که مقامات برای حفظ حقوق انسان در کشور چه کارهایی را دوامی 15 سال آینده می‌خواهند انجام دهند. در دهه سریع شهر کولاب بینای فرهنگی بیکار که قبلا مورد استفاده ورزشکاران قرار می‌گرفت، اکنون به تعمیر نیاز دارد. در این بنا که ورزشکاران مشق و تمرین می‌کردند، در ماه دکبر به طور ناگهانی دستور خالی کردنش از سوی مقامات صادر شده است. در این باره همکارم محمود جان رحمتزاده گزارش می‌دهد. دهه سریوسی کلوب بینای فرهنگی بیکار که قبلا مورد استفاده ورزشکاران قرار می گرفت اکنون به تعمیر نیاز دارد. ساختمانی که برای مشق و تمرین ورزشکاران جوان اشغال شده بود، در ماه دکبر به طور ناگهانی دستور خالی کردن آن را گرفتند. حالا ورزشکاران این دهه تالاری ورزشی ندارند. مسئولین مکتب ورزشی ولایتی در کلوب میگویند که اگر بنا به آنها داده شود آن را تعمیر خواهند کرد. همونجا گفتم که اگر اجازه شود مثل امیر موازنت این مدابطن ما آن را تعمیرش کنیم. همینجا باید یک مربی رمانی مثل چی کنه در موازنت ما را باشه ما نمیتونیم مبلغ صرف کنیم. بحث بینای فرهنگی در حال است که مکتب‌های ورزشی در اجاره کار میکنند. با گفته مسئولین ورزش به بیناهای اجاره سالانه تا 2000 سوم اجاره پولی میدهند. مکتب‌های ورزشی در کلوب تا 3 سال پیش تالار دفتری خود را داشتند.
ولی تمام امکانات آنها در جریان بازسازی شهر از بین رفت و ورزشکاران مجبور شدند در تالار مکتب‌ها تمرین کنند. مسئولین میگویند که اگر چنین بیناها به آنها داده شود آماده اند آنها را آباد کنند. حدودی دو مکتب ورزشی ولایتی جای داشت با میدانچه‌های ورزشی داشتند، تالار داشتند اونجا. بعد از نوسازی بعدا دادن زمین جدا میکنیم یا که این مورد یافتم میتیم که مکتب‌های ورزشی چی کنند. یکی نه قریب 4-5 سال میشه، 3 سال میشه که ولی حالی خچانه یافته مکتب‌های ورزشی ولایتی در اینجا نشستند. اگر کلوب فرهنگی دهه سریوسی کلوب به مکتب ورزشی داده شود، ورزشگران صاحب یک بنا خواهند شد. این بینای فرهنگی که در زمان شوروی بنیاد شده است، حالا تحت صلاحیت شعبه فرهنگی شهری کلوب است. اما مسئولین فرهنگ 6 ماه است که از این ساختمان بازدید نکرده اند. در حال حاضر در آن به نام تنها 2 نفر، یک فراش و مدیر کلوب کار میکند. پس از آغاز بحث به توازن گذراندن کلوب به مکتب ورزشی، مسئولین فرهنگ گفتند رفته از حال بینو خبر میگیرند. تو این وقت موافق نشم و دیگه نوعی را دیدیم، این نیم ساله دیم ده بود یک چند نوعی دیگر را میبینیم. همه امر امکاناتی 405 مؤسسه فرهنگی گفتیم کو همه امکانات یک برای چیکار در تای چشم ما نمیبینه که همه خیلی امکاناتی چی نشده رفتیم میریم میبینیم. مسئولین همچنین تاکید کردند که کلوب سری آسیا تنها باشگاه نیست که نیاز به تعمیر دارد. حدود 80% کلوب‌های دیگر در منطقه به تعمیر نیاز دارند. کمبودی بودجه یک مانع بزرگ است. ساکنان دهه سری آسیا خواستار تبدیل بنا به یک مرکزی ورزشی هستند که میتواند برای همه مفید باشد. محمود جان رحمتزاده، آزادی، کلوب. وزارت مدافع روسیه روز 12 اوگوست خبر داد که به پل میان نیم جزیره اشغال شده کریم و این کشور طریق موشک S-200 حمله صورت گرفته است. با گفته مقامات روس در این حمله کسی کشته نشده است. ساکنان کرچ صدای چند ترکش را شنیدند و دوبار در بالای پل دود دیده شده است. این پل که کریم اشغال شده را به کرسنوداری روسیه میپیوندد موقتا بسته شده، بیش از 1300 ماشین در آن برای چند ساعت درمانده بوده است. وزارت کارهای خارجی روسیه گفته است حمله به پل کریم را به پاسخ نمیگذارند. مقامات روسیه میگویند این پل برای مردم عادی مهم است، ولی مقامات اوکراین میگویند از طریق آن برای جنگ سلاح و تیر میکشند. هنوز این حمله را اوکراین شرح نداده است. ماه اکتبر و ایون سال گذشته نیز به این پل حمله صورت گرفته بود و چند نفر کشته شد. در ابتدا اوکراین دست داشتنش را در این حمله رد کرد، ولی بعدا اقرار شد که این عملیات خدمات ویژه بود. بخش یک روز تاریخ را همکارم خیرامان بقازاده تقدیمتان میکند که مهمترین تحولات تاریخی در روز 14 اوگوست را فرا میگیرد. 14 августи соли 1967 қарор дар бораи тадбирҳои рушди илмҳои ҷамъиятӣ ва боло бурдани нақши онҳо дар сохтмони коммунизм қабул шуд. Таърихнигорон мегӯянд зеришёри рушди илмҳои ҷамъиятӣ дар асл ҳадаф пӯшондани қабои илмӣ ба таълимоти коммунистӣ ва муборизаи синфӣ бо рақибони режими ҳукумати шӯравӣ буд ки дар пайи он дар паҳнои СССР ба истилоҳ пажӯҳишгоҳҳои илмӣ ҳам таъсис ёфтанд. 14 августи соли 2010 дар синни 83 солагӣ Камолиддин Садриддинзода айнии донишманд ва пажӯҳишгари маъруфи тоҷик даргузашт. ӯ аз муҳаққиқони саршиноси адабиёти классикии форсу тоҷик ва яке аз поягузорони анҷумани форсизабонони дунё бо номи пайванд буд. аввалин мудири шӯъбаи дастнависҳои раёсати Академияи илмҳои Тоҷикистон дар омӯзиши осори классикон саҳм гузоштааст. аз муҳимтарин корҳои илмии ӯ ба чоп омода кардани 15 ҷилди ёдоштҳои Садриддин Айнӣ, падари худ ва таҳияи матни 9 ҷилдаи Шоҳномаи Фирдавсӣ будааст. шаби 14 ба 15 августи соли 2022 дар синни 80 солагӣ Нур Табаров, адиб, рӯзноманигор ва вазири пешини фарҳанги Тоҷикистон даргузашт. аз намояндагони насли бедори фарҳангиву сиёсии Тоҷикистон Нур Табаров барои тақвияти фарҳанги миллӣ ва истиқлолияти Тоҷикистон заҳматҳо кашидааст. аз ташаббускорони ҷорӣ шудани ҷашнвораҳои театрии Парасту ва Наврӯз буд. بینندگان عزیز، به پایان برنامه نوید بامدادی رسیدیم. برایتان روزی با قرار آرزو داریم.